شرکت الفلاح العالمی به منظور دسترسی بهتر به منابع طبیعی و مواد اولیه سمنت، حمل و نقل ماشین‌آلات در ساحه تحت اکتشاف معدن و توسعه اقتصاد محلی، ساخت و ساز 6 کیلومتر سرک را در ارتفاعات کوههای ولسوالی جبل سراج زیر کار دارد. هدف از احداث این سرک بهبود حمل و نقل، کاهش هزینه استخراج، بهبود ایمنی و فراهمسازی تسهیلات برای کارگران، توسعه زیرساخت‌های فابریک جدید تولید سمنت در جبل سراج و حفظ محیط زیست میباشد. صفی الله صابر رئیس شرکت الفلاح العالمی که از جریان کار سرکسازی در ارتفاعات این کوه‌ها دیدن می‌کرد، سرکسازی را به منظور تسهیل کارهای اکتشافی، استخراجی و احداث فابریک با اهمیت خوانده و گفتند: هدف از ساخت و ساز سرک در حوزه معدنی سمنت جبل سراج ما بر روی دو هدف کار می‌کنیم در قبال. هدف اولی مایه است که ما برنامه‌های اکتشافی خود با احداث از سرک‌ها به طور خوب و موفقانه انجام بدیم که در بخش اکتشاف ما می‌خواهیم سرک‌های را احداث بکنیم که ماشینری‌ها و سیستم سپورتی که با ماشینری‌ها و ماشین‌های برمه ضرورت است و را ما برشان زمینی رفت آمدشان هم مساعد بکنیم. وی خاطر نشان ساخت کیفیت و سرعت در کار سرکسازی حوزه معدنی جبل سراج شرکت الفلاح العالمی را قادر خواهد ساخت تا کارهای ساختمانی فابریکه را هرچه سریعتر آغاز کند و به نتایج مطلوب در بخش اکتشاف دست پیدا کند. از سوی دیگر، انجینیر صفت الله مسئول سرکسازی شرکت الفلاح العالمی سرکسازی در ارتفاعات بلند کوههای جبل سراج را برای مرحله اکتشاف، استخراج و معدنکاری حائز اهمیت خوانده وعده سپردند که نهایی شدن ساخت و ساز سرک مراحل مختلف اکتشاف معادن را سرعت می بخشد. ما می خواهیم در کل امی بخش اکتشاف ما نقاطی که برای ما تعیین کرده در سر کوه، اونجا ما باید ماشین برمه را انتقال بدیم تا برمه بزنیم، عمق مواد سمنت در کوه پیدا بکنیم که چند است. بنان ضرورت است که ما در اون نقاط سرک اعمال بکنیم. بنان تا به این قسمتی که شما میبینید اونجا کارگرای ما استاد است، تا به این قسمت از قبلا سرک جریان داشت که سرک آمده بود. ما از این قسمت شروع کردیم کار سرک ما را و همینطور تقریبا در مسیر کوه 2 الی 2.5 کیلومتر پیش بردیم مسیر سرک ما را. دیگه فعلا هم کار ما جریان داره. انشالله امروز یا فردا ماشین برمی ما را ما در سر کوه انتقال میتیم تا برمه بزنه اما عمق مواد سمنت بر ما معلوم بکنه. ساکنین محل از اعمار سرک در قرا و قصباتشان ابراز خوشنودی کرده همکاری همه‌جانبه‌ایشان را با شرکت الفلاح العالمی اعلام داشتند. با ما به خاطر سرک میبرد به خاطر معدنیات مواد ساختمانی شرکت. سرک هم به فایده خود ما است، از شرکت هم است، و قریه ما خوب است. احداث سرک ها در ساحات معدنی باعث می شود که اکتشاف معادن، استخراج، حمل و نقل و مواد معدنی از معادن به فابریکه به گونه سریع صورت گیرد و هزینه تولید را کاهش دهد.